شکر تنها به خداوند نیست. اگر کسی قدر پدر و مادرش بفهمه نامش شکر است. یکی شکر خدای پاک است که میگه الحمدلله، خدایا به تو شکر. او شکر کلان است. ولی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، مظهری شریف حدیث را نقل میکنه، من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که مردم تشکری از پیش نمیکنه خدا را از پیش شکر کرده نمیتونه. انبیا، اولیاء، علما، اتباع و حتی دکانداری که از پیشش مالی میخری و برد ارزان میده، کسی که برد انسانیت میکنه، دریور است طور مثال، کراچیوان است، یک رفاقت به همراهیت میکنه، برش بگو سپاس از شما، تشکر، زنده باشین، آفرین، خیر ببینین، امی ثواب داره. امی هم شکر است. چرا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که قدردانی نمیکنه از مخلوق خداوند، از خداوند هم قدردانی نمیکنه. این یک قسم دیگه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. کسی که کم شکر نمیکنه زیاده هم شکر نمیکنه. کسی قدر سیب نفهمید قدر باغ نمیفهمه. یک تعدادی از جاهل ها هست که میگه که خداوند ما چی داده که ما شکر خدا را انجام بدیم. شکر خدا را کسی انجام بده که مادر لنگروزر داره، او برای شما همینطور میگه. شکر خدا را فلانی انجام بده، خداوند برش قدرت و منصب و چوکی داده. ولی این برادره که نادان ما و همشیره های بی معلومات ما دور از شما و دور از همه خوب ها باشه، نمیفهمه که خداوند برش چی داده؟ مسلمانی داده. خداوند برش چی داده؟ انسانیت داده. چشم داده، قلب داده، گوش داده، زبان داده، دست داده، پا داده، پدر داده، مادر داده، همسر داده، شوهر داده و هزاران نعمت های دیگه که اصلا در حصر داخل نمیشه که ما حساب کنیم یک تا نمیتونیم. ولی ظالمانه فیصله میکنه خداوند بریم چی داده که ما شکر بگویم. خداوند ما شما را برادرای محترم ناسپاس نسازه. شکر چی است؟ شکر چند قسم است برادرای محترم. به چند طریق میشه که شکر انجام بدیم ما و شما. یکی تحدث به نعمت شکر است. تحدث یعنی یاد کردن نعمت. خداوند برات پیسه داده بگو الحمدلله خداوند برام داده. ولی ایده دوستاره که پرسان کنیم میگه والا هیچ غریبی نیست، در به در و خاک به سر است. چرا اینطور میگه؟ ناشکر است، پیسهش خداوند از پیش میگیره. درست است؟ یک کسی میگن که خداوند شما را دیندار ساخته، نه والا من بدبخت هستم، بسیار خبیث آدم هستم، استغفر الله، ناشکری کرد. باید بگوی بله الحمدلله ما خود چندان کمالی ندارم، از چالاکی من نیست، الله فضل کرده بله برای من، مرا نماز خوان ساخته. بگوین الحمدلله. تحدث به نعمت نامش چیست؟ شکر است. قرآن فرمان میده و اما بنعمت ربک فحدث، فاما بنعمت ربک فحدث. و اما به نعمتی که خداوند برات داده است تحدث به نعمت بگو، یاد بگو، یعنی همون نعمته قدرش بفهم و بگو بشک پروردگار برای من علم را، اخلاص را، پول را، تجارت را، منصب را، تعمیر را، موتر را، زن را، فرزند را، وطن را، آبادی را و آرامی را و غیر نعمت که خداوند برش عنایت کرده است الحمدلله از زیر دل بگویه و بگویه که برش داده. شکر تنها به شکری به زبان نمیشه، ولی تنها شکر زبان گفتن هم خالی از ثواب نیست. ثواب چی که حتی گناه ما را الحمدلله گفتن میریزانه، اما شکر اصلی نیست که به او ما منحصر بسازیم که ما شاکر شدیم. نه، ما شاکر تنها به الحمدلله گفتن نشدیم. شکر اصلی را علامه شیخ بروسوی در روح تفسیر روح البیان نقل میکنه. شکر چی است؟ پرسان می شکر چی است؟ اونا نقل میکنه شکر مصرف کردن نعمت در راه رضای خداوند تبارک و تعالی. خداوند برات پول داده، وقتی پول میخری شراب، آیا همین شکر است؟ نه. خداوند برات فرزند داده، فرزند خود را عروسی میکنی، ساز و سرود میره در عروسی، آیا شکر است؟ با آواز بلند بگوین؟ نه، زیرا شکر تعریف شد از طرف فقها و مجتهدین کرام که از مغز قرآن و حدیث بیرون کردن. شکر او را میگن که نعمت را در راه رضای خدا مصرف کنی. چه نعمت پیسه است، چه علم است، چه عمل است، چه قدرت ظاهری است، چه قدرت باطنی است، چه منصب است، چه چوکی است.
امو دارایی مادی خودت را و دارایی معنوی خودت را در راه رضای خداوند هرگاه مصرف کنی، با آواز بلند بگوی نامش چی است؟ شکر است. از امو خاطر است که باز بعض برادرایی که نعمتی که الله برش داده و خواهرانی که نعمتی که الله برش داده او را که در راه خدا مصرف نمی کنن، باز چی می آید؟ بلا می آید که قرآن فرمود آیه 7 سوره ابراهیم علیه السلام که خداوند بنیاز فرمود لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حافظین قرآن بگوی سوره ابراهیم است یا نیست؟ سوره ابراهیم است. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما شکر کردین نعمتتان زیاد میکنم. شکر چی بود؟ نعمت را در راه خدا مصرف کردن، ولو که به مسجد و مدرسه کمک نکنه، گاهی کمک کرده، گاهی به زن خود نان خریده، امور هم راه خداست، غلط فهمی نشوه. یعنی نعمت را در راه رضای خدا مصرف کردن. حالا این آدم موتر داره، این آدم دکان داره، پول داره، زن و بچه داره، عروسی میکنه، خودشه، فرزندشه، دخترشه، طور مثال خیرات میکنه. شکر خیر چی رو میگه که ما اینو بگویم شکر کرده و یا نکرده؟ لئن شکرتم، اگر نعمت را در راه رضای خدا مصرف کرد، لازیدنکم، نعمتتان خداوند زیاد میکنم میگه میفرماید. ولئن کفرتم، و اگر خدای نخواسته ناشکری کردین، ان عذابی لشدید، عذابی من سخت است. فشار، قلنج، شکر، طلاق، نفاق، نارامی، بدبختی، مصیبت، بلا، زلزله و هزاران نوع مصیبت. با آواز بلند بگوین که از بدبختی چی آمده در افغانستان؟ همه ایتان بگوین ناشکری. ناشکری کم کسی است که شکر بکنه. و الله بی نیاز در قرآن عظیم الشان از بنده های ناسپاس خود شکایت میکنه. و قلیل من عبادی الشکور، کمی از بندگان ما سپاسگزار است. از عمق قلب برادر و امی لحظه دعا کنین که خداوند مرا و شما را سپاسگزار نعماتی که برای ما داده بگردانه. حضرت سعدی علیه رحمه می فرماید هر نفسی که فرو می رود مبد حیات است، چون باز می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود و در هر نعمتی شکر واجب. انجام داده می توانیم؟ نه. یک راه شکر ای است که بگو خدای انجام داده نتانستم، ایرم شکر است. متوجه هستین؟ شکر لایق زور خود الحمدلله میگیم، بطن خود در راه دین خود برابر میسازیم، قلبا خیرخواهی بنده های خدا را میکنیم، باز هم همه کارهای خوب نتانستیم انجام بدیم، پس در اخیر گریه میکنیم به دربار خداوند که یا الله نتانستم از ما حساب نگیر روز محشر.